مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. سلام، علی پارسا هستم و با یه قسمت ویژه در خدمتتونم. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر مهربونم، قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه، من برگم و تو ریشه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من. چرا صدا اینجوری شد؟ الو؟ یک دوست داشتیم صدای زیبای خسرو شکیبایی عزیز رو. چی شد؟ یادم اومد و الان براتون توضیح میدم که چرا اینجوری شد. برای توضیح دادنش باید یه خورده برگردم عقب‌تر به چند ماه پیش. یه شبی من کلافه بودم و داشتم فکر میکردم به اتفاقی که اون روزش برام افتاده بود و توییتی زدم راجع به حس و حال اون لحظه‌ام و بعدش خب خوابیدم. صبح که بیدار شدم دیدم 300,000 بار توییتم دیده شده و 5,000 تا لایک و فیو خورده. اصلا توقع نداشتم این توییت اینطور دیده بشه. کلی نظر و پیام شخصی نقل قول داشتم و وقتی خوندمشون حس کردم که چقدر بعضی از دردها مشترکه، اما انگار فضایی برای صحبت کردن راجبشون وجود نداره و این توییت به خیلیا کمک کرد که بتونن حرفشون رو و نظرشون رو راجب این اتفاق مشترک بگن. قبل از اینکه توییت رو براتون بخونم اجازه بدین بگم که این قسمت یه قسمت ویژه از پادکست منه، رادیو علی، که تقدیم حضورتون میکنم. 2 مهمون خیلی عزیز هم توی این برنامه حضور دارن که صحبتاشون رو خواهیم شنید. به خاطر ماهیت صحبت‌هایی که میشه توی این برنامه من اکیداً توصیه میکنم افراد زیر 14 سال این قسمت رو نشنوند و اگر بچه یا کسی هست که زیر 14 سال اطرافتونه خواهش میکنم به هر حال تصمیم مناسب رو بگیرین. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. این اون توییت من بود. مادر من یه هیولای واقعیه. احتمالاً اگر ببینیدش میگین من یه هیولام که این حرف رو میزنم، اما اگه بچهش بودین درک میکردین که چی میگم. پادکستم رو گوش داده بود. 10 دقیقه کامل پشت تلفن من صدام، بیانم، افکارم، پادکستم و زندگیم رو به سخره گرفت و میخنده. پدر و مادر میانبرای مستقیم دارن به ته وجود آدمی. میتونن هر موقع که اراده کنن بچهشون رو که حتی مثل کوه میمونه به تلی از خاکستر تبدیل کنن. وقتی آدم بچه است ذوق پرواز داره. همه ی حواسش به پر زدنه، به بالهاش. سعی میکنه بیشتر بال بزنه که سریعتر و بلندتر بره. بزرگتر که میشه نگاهش به سرعت و ارتفاع بقیه میفته که کمتر بال زدن ولی بیشتر رفتن. نگاه میکنه به پاهای خودش و متوجه زنجیری که بسته شده میشه. ته این زنجیر رو دنبال میکنه و میرسه به کی؟ به پدر و مادر. آدم با خودش فکر میکنه که من این همه بال زدم، تلاش کردم. اگر این زنجیرا نبود امروز کجا بودم؟ موضوع این قسمت والد سمی، تمرکزمون روی مادر سمی. میخوایم راجع به مادر سمی حرف بزنیم. میدونم که این موضوع شاید تابو باشه، خیلی تو فرهنگ‌های مختلف همین شکلیه، پدر و مادر مقدسن، خیلی نمیشه راجع بهشون صحبت کرد، ولی به نظر من باید صحبت بکنیم، باید بشنویم از درد بقیه، باید دردمون رو بگیم تا پدر و مادرهای بهتری باشیم و یا پدر و مادرهایی که امروز سمی تلقی میشن رفتار خودشون تجدید نظر بکنن و یا حداقل اینکه خودمون رو بهتر بشناسیم. قبل از شروع صحبتم بگم که هدف از صحبت کردن راجع به این موضوع این نیستش که خشم بیشتری نسبت به والدینتون پیدا بکنین و یا بریم الان یقشون رو بگیریم و ازشون جواب بخوایم. ابداً، چون کمکی نمیکنه به کسی. هدف این بحث و صحبت‌ها
اینه که محیط اطرافمون تو گذشته و تو امروز رو بهتر بشناسیم و متعاقباً خودمون رو بهتر بشناسیم. دلیل رنجامون رو بدونیم، لذت نبردنامون رو بفهمیم چرا بوده، الگوهای مشترک و غلطی که تو تصمیماتمون بوده رو درک بکنیم. بالاخره بتونیم از بند این زنجیرهایی که به پاهامون بسته شده رها بشیم. خب بیاین 2 تا قارچ رو تصور کنیم. ظاهراً هم شبیه همن. یعنی اگر یه آدم عادی مثل من که با قارچ آشنایی نداره، آشنایی خاصی نداره، وقتی بهشون نگاه بکنه نتونه فرق معناداری بینشون پیدا بکنه. ولی میدونیم که یکیشون سالم و مقویه و یکی دیگه سمی و حتی کشنده است. دقیقاً وقتی راجع به مادر سمی حرف میزنیم منظورمون همین اختلاف بین این 2 تا قارچ. این کلمه سمی که عرض کردم خدمتتون، این خیلی واژه محبوب من نبود وقتی که راجع به روابط صحبت میکردم، ولی وقتی که بیشتر راجع به این موضوع مطالعه کردم دیدم چه کلمه مناسبیه برای اینجا. الان خدمتتون عرض میکنم. سم ویژگی‌های خاصی داره که یه چند تاشو با هم مرور بکنیم. مثلا سم میتونه تو طول زمان اثر بکنه، یا میتونه در جا اثر بکنه، یا مثلا سم میتونه تأثیر مادام العمر داشته باشه یا تأثیرش موقت باشه. سم میتونه کشنده باشه، از بین ببره، یا مثلا فقط آسیب زننده باشه. سم میتونه با مقدار خیلی خیلی کمش از بین ببره، یا میتونه با یه مقدار زیادی مؤثر باشه. سم میتونه مثلا شیرین باشه یا میتونه تلخ باشه، یا حتی بی طعم و بدون بو باشه. سم میتونه به یه نقطه اثر مشخص داشته باشه، مثلا فقط سیستم بینایی رو از کار بندازه، یا میتونه همه سیستم رو از کار بندازه و فلج کنه. سم میتونه دردناک باشه یا میتونه کاملا بدون درد باشه و ویژگی های دیگه. خب دقیقاً همینا رو میشه تو والدین سمی هم دید. رفتارها و کارهایی که میکنه، یا رفتارها و کارهایی که باید بکنه ولی نمیکنه، و یا در زمان نامناسب انجامشون میده. میتونه هر کدوم یا یه ترکیبی از این ویژگی های سم رو داشته باشه. مثال بگم خدمتتون، مثلا مادری که مرتب بچهش رو تحقیر میکنه تو خلوت، اما تو عموم این کارو نمیکنه واسه اینکه خب نمیخواد بد جلوه کنه. این مادر یه سم تلخ با اثر طولانی مدت رو داره وارد روان بچهش میکنه. از اون طرف میشه نگاه کرد و مادری رو دید که مرتب برای هر کار بچه، چه درست چه غلط، فقط تعریف و تمجید میکنه. اون هم داره یه سم شیرین و بدون درد رو وارد روان بچهش میکنه. این بچه هم احتمالاً آسیب خواهد دید. حالا مادر شما هم اگر بهتون دروغ میگفت از موارد ساده، مثل اینکه شام حاضره، وقتی هم شما میرفتی بیرون نگاه میکردین که تازه برنج گذاشته رو گاز و حالا کو تا شام، تا دروغای بزرگتر، مثل اینکه اصلا انکار بکنه حرفی رو که به معلمتون، به خواهر و برادرتون، به دوستاتون یا حتی به خودتون زده. اگر بابت آنچه که بودین و هستین، قدتون، وزنتون، چهرهتون، صداتون، هوشتون، استعدادتون، هر چیزی که مربوط به شماست و تعریف شماست، شما رو مستقیم و غیر مستقیم تحقیر و تمسخر میکرده، اگه روابط اطراف شما رو با خانواده و فامیل و دوستا و جامعه و همه اینا با بدگوییاش، با داستانای الکی، با غیبت، با دروغ، با غیر واقعی نشون دادن اتفاقا محدود و خراب میکرده، اگه همه جوره تلاش میکرده که کنترل همه ابعاد زندگیتون رو به دست بیاره، شما از عذاب وجدان دادن بگیرین تا خالی کردن دور و برتون یا جلوگیری از پیشرفتتون، تا گروگانگیری های احساسی ازتون و چیزهای دیگه همین سبکی، اگه حریم و حرمتی برای شما قائل نبوده، اینکه حتی چند دقیقه نمیتونستین تو اتاقتون تنها باشین تا اینکه دخالت بکنه تو روابطتون، پوششتون، انتخاباتون، حتی علایقتون. و اینم خیلی نکته مهمیه، اگه جنسیت و مسائل جنسی رو تو ذهن شما دستکاری، خراب و بیمار کرده، جوری که اصلا احساس بد و گناه دارین نسبت به لذت جنسی و یا بدن خودتون، احتمال خیلی خیلی زیاد شما مادر سمی داشتین. 2 تا بخش داریم راجع به پیامایی که عزیزان لطف کردن به من فرستادن و من اینا رو تو 2 تا بخش مختلف گذاشتم. بریم بخش اولش رو با هم بشنویم و برگردیم. سلام. میدونی من عاشق مامانم بودم. بابام راننده بود. وقتایی هم که خونه بود ارتباط اونقدری با هم نداشتیم. اونقدر خودشو دختر دوست نشون نمیداد. عاشق پسراش بود.
در ظاهر همیشه میگفت چرا انقدر خدا به هم دختر داده. 4 دختریم. از بچگی از پسرا متنفر شدم. همیشه حس تنفر بهشون داشتم. خلاصه همیشه خواستم تو چشم مامانم باشم. روزی 1000 بار میبوسیدمش. فکر کن. خونه عموم با ما حیاتش مشترک بود. یه شکلات میدادن به هم نمیخوردم. میآوردم خونه نصفشو میدادم به مامانم. 2 داداش دارم. یکیشون از من کوچیک‌تره و اون دورانی که اینجوری به مامانم عشق میدادم فقط به اون توجه میکرد. فقط اون رو دوست داشت. اولین بار این دردمو به کسی گفتم که چقدر به هم بی توجهی شده. ممنونم. میدونی نمیخوام تعریف کنم. منم هم رشته خودتم. بهترین دانشگاه دارم درس میخونم. موفقم. میدونم چیزی کم ندارم. اما اینکه عشقی که خواستم رو دریافت نکردم تلخه. ممنونم. سر صبح اشکی شدم. سلام. راجب اون توییتتون از آخرین احوالاتم با مامانم باید بگم که چون بهشون نگفتم و رفتم بیرون 3 روزه که قهره. توی این وضعیت مریض شدم و میبینه حالم خوب نیستا ولی خودشو میزنه به اون راه. دیدن بیرون رفتن من با دوستام براش تحمل ناپذیره. از دست این خانواده من حق شام بیرون بودن با دوستام رو ندارم. من حق این که بگم حوصله‌ام سر رفته، میخوام برم تنها قدم بزنم رو ندارم. من حق دوست پسر داشتن ندارم. من پر از ترسم از اینکه برم دیت و مبادا اینا منو ببینن و نابودم کنن. سلام، مرسی که پیاممو دیدین. 19 سالمه، دانشجوام. حتی به واسطه حرفاش دانشجوی پزشکیم و دقیقاً با همین دانشجوی پزشکی بودنه که داره محدودم میکنه. با جملاتی مثل در شأن دانشجوی پزشکی نیست فلان کنه، در شأن دانشجوی پزشکی نیست سالن ناخن‌کاری بره، در شأن دانشجوی پزشکی نیست خط چشم بکشه و خیلی چیزای دیگه. خیلی وقتا کار خودمو میکنم. مثلا با دوستان بیرون بودم، دیر اومدم، کلی مسیج داده بود که خودسر شدی، ولگرد شدی و این به صورت روانی آزارم میده. همه مدل تربیت مادرمو تایید میکنن. چرا؟ چون سختگیره، چون یه پزشک تحویل جامعه داده. راجع به اون چت کردنم، منم دقیقاً 16 سالگیم بود و یادمه پسر دانشجوی یکی از دانشگاه‌های تهران بود و داشت راهنمایی درسی میکرد منو. از اون موقع به بعد هر وقت من چت کردم فکر میکنه پسره و دارم باهاش وارد رابطه میشم. من جرأت دیت رفتن ندارم. چرا من باید گزارش بدم کجام و با کیم؟ چون من به شدت میترسم از این که بفهمن. چون میترسم از این که بفهمن و گوشیم توقیف بشه. چون من اصلا شب شام با دوستم، با دوست پسرم، با دوستای معمولیم نمیتونم برم بیرون. چون من آخر هفته با دوستای عادیم هم نمیتونم برم بیرون. راجب سم گفتم، راجب مادر سمی و بعضی از نشونه هاش گفتم. با هم مرور کردیم که چه شکلی هن، تو چه کتگوریایی ممکنه قرار بگیرن. همون جوری که سمو هم میشه از سرچشمش تشخیص داد، تو مواقعی میشه اون رو از تأثیرش و اثرش هم تشخیص داد. یعنی کسی که مادر سمی داشته احتمالاً ویژگی‌هایی داره که اگر تو خودش ببینه اینا رو، شاید بهتر باشه که خب با یه تراپیست مجرب در میون بذاره یا بیشتر تلاش بکنه برای اینکه خودش رو بشناسه. یه ذره سخت‌تر علت رو از طریق این تأثیرها پیدا کردن، به خاطر اینکه لزوماً فقط مادر سمی نیستش که این تأثیرات رو ایجاد میکنه، اما مادر سمی هم یکی از عوامل خیلی مهمش. اگر شما هم شکاکین، نمیتونین حرفی رو بدون سند و مدرک باور کنین یا حتی یه مرحله بدتر خیال بافی و داستان سرایی میکنین راجع به نیت و قصد و غرض آدما، اگر نمیتونین نبگین و از عواقبش میترسین، اگر حریم ندارین و هر کسی میتونه به حریم روانتون و حتی حریم جسم شما تجاوز بکنه، اگر از رابطه جنسی لذت نمیبرین و یا اصلا بد و گناه و زشت میدونیدش، اگر از عکساتون یا از آدمی که تو آینه است خوشتون نمیاد یا حتی ازش متنفرین، اگر نمیتونین دوست بسازین یا دوستاتون رو نگه دارین چون از نظرتون آدما فقط خوبند یا بد و کوچکترین کاری که میکنن تو استاندارد شما بد تلقی میشه و اونا رو میذارین کنار، اگر از پارتنرتون یا جنس مخالف و حتی موافق خشم و کینه و تنفر دارین و چند تا عوامل دیگه، احتمالاً شما هم از
والد سمی آسیب خورد. بیشتر از این اجازه بدین که صحبت نکنم توی این بخش، چون به تفصیل با مهمونای برنامه‌ام راجع به انواع و اقسام سوالاتی که راجع به این موضوع هست صحبت کردیم. بریم بخش دوم پیام‌های شما رو بشنویم. این قسمت مربوط به عزیزانی هست که توی توییتر پیام دادن و توییتر جای خیلی خاصی توی قلب من داره. بریم این پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. متاسفم بابت تجربه‌ای که داشتی. بله، پدر و مادرها گاهی میتونن بزرگترین آسیبا رو به بچه‌هاشون بزنن با توجه به اینکه در جایگاه مقدسی هستن. خیلی وقتا امکان نقد کردن هم وجود نداره. یه واژه فرانسوی هست به معنای احساس گناه دادن، دقیقاً به خاطر یک کار درست. واقعاً میفهمم و متاسفم. من از 4 سالگی اضطراب و وسواس کندن مو دارم. یادم غریبه‌ها وقتی منو میدیدن نگرانم میشدن، اما پدر و مادرم فقط مسخره‌ام میکردن. واقعا گناه داشتم. هیچ کس نبود موقع اضطراب دستمو بگیره، بغلم کنه. کوچم یه سوال کلیدی ازم پرسید، چون پاشنه آشیل من هم مادرم و زخم مادری بود. گفت اگر برای تغییر به آدمی که همیشه میخواستی باشی باید از جاده‌ای میگذشتی که اژدهای محافظ اون مادرت بود، از اون جاده عبور می‌کردی؟ تو همین سوال رو از خودت بپرس و برای پیدا کردن جواب به خودت وقت بده. وقتی این چیزا رو میخونم خیلی میترسم. اینکه چی به سر آدم میاد که دل بچهش رو میشکنه. نکنه من در آینده این میزان نسبت به بچم سختگیر و بیرحم باشم. چطور میشه جلوی این فاجعه رو آدم در درون خودش بگیره و در هر سنی رفتار مناسب داشته باشه؟ و منی که سالهاست رهاشون کردم و فقط عیدا مثل یه مهمون رسمی یه سر به خونه پدر و مادر و خواهر و برادرام میزنم و تمام. واقعا راحتم. بزرگترین و سنگینترین بار اضافه روی دوش من خانواده‌ام بودن. خدا رو شکر که دیگه سالهاست باهاشون مجبور به رفت و آمد و شنیدن صدا و حرفاشون نیستم. مامان منم دقیقاً همینه. هر وقت دید من موفقیتی به دست میارم سریع شروع کرد به تمسخر و تحقیر و بیارزش کردن کارم. هیچ کس تو زندگیم تا حالا این کارو باهام نکرده جز اون. الان من تمام وقت مراقبم که خودم با بچم همچین کاری نکنم. میفهمم چی میگی. مامان منم همینه. تو جمع همه چیز منو مسخره میکنه. به هم میگه ترشیده. دستشویی رفتن و غذا خوردن و هر چی که فکر کنی رو از من توی جمع میگه و مسخره میکنه و باعث میشه بقیه هم مسخرم کنن. اگرم انتقاد بکنم قهر میکنه تا چند روز اصلا با هم حرف نمیزنه. بین بچه بد بودن و آدم سالم بودن یکی رو انتخاب کن. کاملا میفهمم و درک میکنم. دقیقاً همین شکلی از من یک کمالگرای بی‌اعتماد به نفس مهرطلب ساخت. با تحقیر کردنم، از دست گرفتن قاشق و چنگال تا راه رفتن و حرف زدنم حتی تو این سنم. متاسفم از تجربت. منم کامنت دوستان رو تایید میکنم. مادر من هم خیلی منو اذیت کرده و بدتر از این که آگاهی بهش نداره. کاملا باور داره بهترین مادر دنیا بوده. اشتباه من این بود که این اطمینان خاطر رو بهش داده بودم که میتونه با هم هر جوری بخواد رفتار بکنه. وقتی خیلی جدی جلوش وایسادم روابطمون تغییر کرد. البته ساده نبود، خیلی دعوا کردیم. هر کاری هم از دستش برآمد، از توهین، تحقیر تا گریه و زاری تا من 2 روز دیگه میافتم میمیرم، عذاب وجدان و غیره، همه رو انجام داد. ولی این سری واقعا وایسادم. بعدم تماسمو کم کردم. الان قشنگ جمع کرده خودشو، با احترام و درست رفتار میکنه باهام، چون میدونه این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری یا نیست. این دفعه اذیتم کنه کات میکنم و تمام. خیلی سخته میدونم، ولی واقعا یه جای آدم باید سلامت خودش رو انتخاب بکنه.
خیلی متاسفم و چقدر درکت میکنم. مادر و پدرایی که به خاطر به دنیا آمدن بچه هاشون نتونستن به هدفهایی که میخواستن برسن و کمی هم حسود و بخیل هستن، به بچه هاشون حس ناکافی بودن میدن. و جالب اینجاست اگه بچه یکی از آشناها یا دوستاشون به جای تو به این مرحله رسیده بود، اونو تو سر تو میزدن. دقیقاً درک میکنم. وقتی طرز فکرت با خانواده متفاوته و 2 راه جدا دارین، هر جا که تو مسیر خسته شی و به اطراف نگاه کنی، میبینی یه چسب قوی، یه زنجیر مثل ترمز داره بیشتر انرژی تو میگیره و اون سر چسب و زنجیر وصله به کجا؟ به خانواده. والدین ایرانی تو بهترین حالتش هم سمی‌ان. شب عید یه لباسی که دوست داشتم رو پوشیدم و مادرم تو اولین حرف گفت خیلی چاق نشونت میده، عوضش کن. خب من خیلی چاقم، هر لباسی بپوشم سایزم همینه. و جوری زد تو ذوقم که رفتم تیشرت و شلوار جین پوشیدم. بهش هم بگم سمی هستی، میگه من خیر تو رو میخوام. در کنار این که از مادر بودن و همه نگرانی ها و دغدغه هایی که دارم خستم، از این هم که یه روز بچم از من به عنوان زنجیری که دست و پاشو بستم یا والد سمی یاد کنه، واقعا میترسم. خیلی از مادرها پیام داده بودن، نگران بودن از این که چیکار کنن که بچه‌هاشون آسیب نبینن. چند تا از این پیام‌ها رو هم با هم شنیدیم. با اینکه موضوع خیلی گسترده است، نیاز به تخصص داره بررسی کردنش، ساعت‌ها بحث و صحبت لازمه، اما از یه مادر جوان و آگاه من دعوت کردم که اتفاقا خودش هم تو زمینه آموزش و تربیت کودکان فعاله تا با هم صحبت کنیم، یه مقداری دست اول از حس و نگرانی‌هایی که از این جنسن برای ما صحبت بکنه و به ما بگه که چطور شاید یاد گرفته از مهمونای برنامه خودش یا از آموخته‌های خودش یا از تجربیات خودش که کنترلش بکنه یا کمش بکنه. اندیشه امروز مهمون برنامه من هست. اگرم دوست داشتین که پادکستش رو بشنوید، اسمش هست اندیشه پرنتینگ و تقریبا تو هر پلتفرمی که من میشناسم هست. فقط کافیه سرچ بکنید اندیشه پرنتینگ رو و میتونید از هر پلتفرمی که دسترسی بهش دارین بشنویدش. فکر کنم به صورت تصویری هم باشه که خب خیلی جذاب ترش میکنه. سلام اندیشه جان، ممنونم که به برنامه من اومدی. سلام علی، مرسی از اینکه منو دعوت کردی به این برنامه و مرسی از اینکه به من گفتی جوان و آگاه. یعنی این کامنت جوان اصلا روز منو چرا بابا هنوز جوانیم؟ نه آره نه شوخی میکنم، ولی خب دیگه LCBO به من نمیگن که دیگه کارت چیز گواهینامه و اینا نشون بده. اشتباه اوناست. آفرین، دقیقاً باید بگن. آره من که هر دفعه نشون میدم، اصلا کاری ندارم اونا بپرسن. اصلا دلم نمیخواد که فکر کنم که اونا نپرسیدن، دلم میخواد فکر کنم که من آماده بودم برای این استراتژی عالیه. آره خب ما راجع به مادر سمی صحبت کردیم. حالا سمی واقعا در مقابل این که شاید تا یه جاهای مادر بد بود و مادر خوب بود و این دوتا در تقابل با هم دیگه بودن، ولی یه جنسی از مادر این وسط شاید گم شده بود. البته میگم این برنامه مختص مادر هست، ولی در مجموع والد سمی اونم جنسی از مادر بود که مثل قارچ سمی که در واقع ظاهرا نمیشه تشخیصش داد، نمیشه متوجه شد، ولی در عمل و یا در طول زمان میتونه آسیبای جدی بزنه، آسیبای مادام العمر بزنه، آسیبای غیر قابل جبران بزنه. به عنوان یه مادر هم میشه خب این نگرانی ها رو داشت، یعنی از اون سمتی که بچه نگرانی داره که چه اتفاقی، چه آسیبی خورده، چه اتفاقی سرش اومده و چطور باید درستش بکنه، جبرانش بکنه، از اون سمت هم شاید بشه به عنوان یه مادر نگرانی هایی رو از این جنس درک کرد که خب حالا من چی کار کنم که این اتفاق نیفته. از این سبک نگرانی ها رو موقعی که 2 فرشته عزیزت رو آموزششون میدادی، مراقبت میکردی و هنوز میکنی و تربیتشون میکنی، تجربه کردی؟ یا اگرم دوست داری مثال بزنی خیلی خوب میشه. آره علی، ببین بذار حالا من جدای از شوخی قبل از اینکه اصلا شروع کنم راجع بهش حرف بزنم، خب این که گفتی آگاه، مرسی که به من میگی آگاه، خب ولی اینم بگم که آگاهی من اندازه چیزایی بوده که بچه اول، حالا بچه دوم من هنوز خیلی کوچولوه، من یه دختر 7 ساله دارم و پسر 4 ماهه.
و اندازه‌ای بوده که برای اون من نیاز داشتم که این آگاهی رو پیدا کنم. و خب از اونجایی که واقعا موضوع پرنتینگ یه موضوع بسیار مورد علاقه منه، کلا تفریح من، سرگرمی من، این موضوعات، حالا آموزششون گرفته، تربیتشون و از همه مهمتر تربیت خودم، خب که واقعا به این نتیجه رسیدم که اینه که تاثیر داره. حالا اینکه از این سبک نگرانی‌ها به نظر من اگه مادری به تو بگه که ندارم دروغ گفته. خب چون ما هممون، ببین نگران نمیگم که من وای نگرانم که مبادا من مادر سمیعی باشم، مثلا هیچ وقت اینجوری فکر نمی‌کنم، ولی من همیشه نگرانم که چه آسیبایی دارم به بچه‌م میزنم، چون من میدونم آسیب که میزنم. خب اینجوری نیستش که هیچ مادری نیستش که بتونه پرفکت عمل کنه. منم نمیخوام که پرفکت اصلا عمل کنم، همون مادر کافی بودنه. خب من آسیب که میزنم، چاره ای نیست، چون همه ما یه پکیجی از مشکلات روانی و روان نژندی های همراه خودمون داریم، به خصوص نسل ما. خب به نظر من توی ایران ما، یعنی هیچ اتفاقی هم که تو زندگیمون نیفتاده باشه، یه سری تراماهای کوچولو توی ایران برای هممون اتفاق افتاده. یعنی از اون سکشوال اسالتی که برای من به عنوان یه زن هر روز توی خیابون اتفاق میافتاد، حالا مزاحمت‌های خیابون، اینا همه تراماهای کوچولوه. خب و پر از این زندگی ما. در نتیجه من یه سری روان نژندیایی دارم که دارم روش کار میکنم و نگرانی من چیه که این مشکلات به بچه من آسیب بزنه. خب یا چقدر مشکلات من حاده و چقدر میتونه بهش آسیب بزنه. مثال بهت بزنم، من بعد از به دنیا اومدن دخترم من دچار افسردگی بعد از زایمان شدم. خب و واقعا بزرگترین نگرانی من، اسم دختر من دانا بود که من الان افسرده شدم، زودی باید خوب بشم که بچه‌م آسیب نبینه. و خیلی هم تلاش کردم، مثلا 5 تا تراپیست من عوض کردم، خیلی کتاب خوندم. اصلا از اونجا شروع شد این سفر من توی دنیای فرزند پروری و رشد خودم، از اونجا شروع شد. ولی میدونی من حالا این حرفی که زدی که نگرانی که مثلا هر روز دارم، چه میدونم امروز از کوره در میرم برخلاف اون چیزی که میدونم درسته، بعد دوباره اینجوری میشم ای بابا باز در رفت. میدونی ما میدونید آدم دو تا در مقابل رفتارهای بچه هامون 2 مدل عمل میکنیم. یکی این که من یه ریسپانس دارم. ریسپانس از کجا میاد؟ نشستم خوندم، مطالعه کردم، میدونم که در برابر این رفتار باید چه رفتاری رشون بدم. یه دونه ریاکشنه، این که من بهش میگم تنظیمات کارخونه. این که من برمیگردم اون لحظه یه چیزی، یه رفتاری میکنه، یه جایی از مغز من تریگر میشه که مال همون روان نژندیای منه. خب و بعد من ریاکشن نشون میدم به جای ریسپانس و بعدش هم متوجه میشم اشتباه کردم. باز اون که بعدش متوجه میشم اشتباه کردم، باز سعی میکنم ریسپانس های مناسب داشته باشم، مثلا توضیح بدم و معذرت خواهی کنم، مثلا نمونهش اینا. ولی یه چیز جالبی علی گیبرمته میگفت، من خیلی این آقا رو دوستش دارم، یه روانشناس حوزه چایلد دیولپمنته. خیلی جالب بود این که مثلا من آقا نگرانم که بچم آسیب ببینه و میدونم هم که آسیب میبینه. یه دختری بود هنوز بچه دار نشده بود، میگفت ببین من خیلی نگرانم، من کلی خودم مشکلات روانی دارم و خیلی دارم براشون تلاش میکنم که خودم رو درمان کنم، ولی هنوز نمیشم اون آدمی که بگم خب خیالم راحته که من به وجود نفر بعدی خودم آسیبی نمیزنم. بعد گیبرمته گفتش که پدر مادر تو، حالا من این سوالو از همه مخاطبا میپرسم، پدر مادر تو کی شروع کردن که این نگرانی رو داشته باشن که براش مطالعه کنن، براش برن پیش تراپیست، براش کتاب بخونن که من چطوری میتونم والد بهتری باشم؟ بعد حالا دختره گفتش که تازگی شروع کردن، اصلا خانم 30 خورده ای ساله، گفت تازگی شروع کردن. گفت چقدر برای تو ارزشمنده که اونا دارن این کارو میکنن که بتونن پدر مادر خوبی باشن، بهتری باشن برای تو. بعد دختره یهو رفت تو فکر، گفت همین که تو داری این مسیر رو میری، این تلاشو میکنی، همینه، تموم شد، تو کارتو کردی. و مطمئنم جواب خیلی به این سوال اینه که هیچ وقت خیلی از پدر مادرای نسل‌های خب قدیمی تر شاید دنبال مطالعه نیستن، یا اصلا تراپیست هنوز توی، با اینکه برای ما نسل ما خیلی جا افتاده، هنوز توی نسل اونا ممکنه جا افتاده نباشه و مثلا
به ایگوشون صدمه بزنه، مگه من مثلا مشکل دارم؟ خب در حالی که ما دیگه میدونیم، همه ما فکر میکنم دیگه هر آدمی که توانایی مالیشو داشته باشه یه تراپیست داره برای خودش. خلاصه به نظر من بیشتر اینه که نگرانی دارم ولی اوکیم با اشتباهاتی که میکنم و خوشحالم از این که دارم رشد میکنم و آدمی هم که دنبال رشد و دنبال اینم که حالا یکی وقت داره کتاب بخونه، یکی وقت نداره هزینه‌شو میتونه بده بره تراپیست، یکی نمیتونه پادکست تو رو گوش میده میره 4 تا پادکست دیگه گوش میده. همین مسیر خیلی خوبه. چقدر قشنگ گفتی. یه نکته‌ای که گفتی من به نظرم جالب بود این بود که تمرکزت روی نگرانی ها نیست اتفاقا، یعنی تمرکزت روی کارهایی که میشه کرد و برای بهتر شدن تمرکز داری، نه روی نگرانی. و این خب خیلی مهمه، چون حالا توی فکر میکنم قسمت بعدی یعنی قانون دوم اون کتاب باشه که یا قانون سوم که من راجبش میگم که اینکه نگاه ما متمرکز به کجا باشه دقیقاً تمام ذهن ما رو معطوف به همون میکنه و تو همون مسیر میریم جلو. و این روشی که گفتی که تمرکز آدم روی نگرانی نباشه و روی بهتر شدن باشه خب خیلی کمک میکنه. مثل همون افسردگی بعد از زایمان که مثال زدی، اون نگرانی مضاعف میاره که من باید خوب بشم، من باید درست، به اون بدترش میکنه شرایط رو. دقیقاً. یعنی اینکه به هر حال بپذیرم که وجود داره، حالا باید مسیرش رو طی بکنه. آسیبم زد به بچه زد، من سالم خیلی بیشتر به درد بچه میخورم تا اینکه من نگران و آشفته. میدونی چرا این خیلی حرف خوبی زدی، مرسی که اینو دوباره تاکید کردی بهش. برای اینکه یه چیزی که ما مامانا کم نداریم، حالا فکر میکنم باباها یه ذره تو این قضیه بهترن، ولی اون سرزنشگر درونو و اون احساس گناه کردن از کاری که کردیم، ای وای من اونجا کم گذاشتم براش. ببین من هیچ وقت خوشحال نیستم، اون افسردگی حتما یه آسیبی زده خب، ولی مغز یه خاصیتی داره به اسم ریوایرینگ که هرچی بچه‌ها کوچیک آدمیزاد هرچی کوچیک‌تره مغز ریوایر میشه و یه چیزای قوانین مثلا تو مغز اون اگه رفته که آقا دنیا این شکلیه، اگه بچه من 1 سال اول زندگیش insecure attachment، اگه بچه من 1 سال اول اونجوری بوده به خاطر مشکل افسردگی من بعد از این که خب تونستم روان سالم تری داشته باشم، بچه شد که حالا وابستگی ایمن داره. یعنی دقیقا همین که میگی فوکس رو چرا میگم بذاریم، یعنی موافقم باهات، برای اینکه از اون ور قضیه همیشه ما مامانا، یعنی من مادری ندیدم که ما از اون حسی که احساسی کاری که کردیم یا اون رفتاری که داشتیم میدونیم غلطه احساس گناه نکرده باشیم. باید ازش بگذریم به نظر من، بریم دنبال اینکه خب حالا چجوری بهتر بشم. این حرفت خیلی قشنگ بود و درست بود به نظر من. آره باید عبور کرد، چاره نیست، باید آموخت و عبور کرد، یعنی پذیرفت، آموخت و عبور کرد، چون نمیشه موند توش و موندن توش تبدیل میشه به یه درد مزمن، نگرانی مزمن و بدتر میکنه شرایطو. یه مثال خیلی قدیمی بود، داستان قدیمی بود که معلمه میاد سر کلاس و به همه میگه که من این لیوان رو فکر میکنین چند دقیقه میتونم نگه دارم، همه میگن مثلا 1 ساعت. بعد هیپه میپرسه که بعد از 1 ساعت چی میشه، 2 ساعت چی میشه، و صحبت میکنه که مثلا بعد از چند ساعت احتمالاً باید دست منو قطع بکنن، با اینکه این یه لیوان ساده بود و خیلی وزنی نداشت، ولی اگر بخوام بهش بچسبم و این مشکل رو در واقع ساعتها، حالا توی زمینه روان انسان ماه‌ها و سالها نگه دارم، شاید مجبور بشم که اصلا اون دستم رو قطع بکنم و خب یا روانم رو اینقدر آسیب ببینه. بریم سوال بعدی که توی ذهن من هست. دانا 7 سالشه، 7 سال هست که در واقع مشغول تربیت فرزندی. خیلی هم میدونم که به هر حال سالهای اول این وقت گذروندن زیادی نیاز داره بچه. توی این چند سالی که حالا هم مطالعه میکردی، یاد میگرفتی، با مهمونای برنامه صحبت میکردی، جایی بوده که یهو حس کردی که من این کاری که قبلا میکردم مثلا نباید انجام میدادم و بعد روشتو عوض کردی؟ آره خیلی. ببین همین وقتی میگم و خوشحال میشم از این حرفا، درسته که مثلا شاید برای دانا مثلا یه چیزایی رو اشتباه کردم خب، ولی معنیش این نیستش که اتفاق خیلی وحشتناکی برای بچه میفته. اینو من باز اینم معتقدم که از کلمون بیرون کنیم. آره بچه یه آسیبایی میبینه، رزیلینت هم میشه خب، ولی من وقتی دانا به دنیا اومد هیچ فلسفه‌ای فرزند پروری نداشتم. چرا اینو میگم؟
ببین مثلا تو ممکنه با 3 تا 4 تا تراپیست راجع به یه موضوع صحبت کنی، همشون با هم اختلاف نظر دارن خب، و همشون هم با هم راجع به یه موضوع خاص منظورمه، و همشون هم منابع علمی میتونن برات بیارن که و کلی هم تجربه دارن با بچه‌ها و نوزادا و اینای مختلف که به اون چیزی که فلسفه‌شونه و باور دارن بگن که درسته خب. بعد برای همین میخوام، به نظر من درست و غلطی برای یک خانواده و یک بچه به شکل جنرال توی هیچ موردی وجود نداره. حالا هیچ مورد خیلی کلمه سنگینیه، توی خیلی از موارد وجود نداره خب. شاید توی یه سری چیزا مشخصه دیگه، هیچکی نباید بچه‌شو بزنه خب، این واضحه خب. ولی مثلا میگم از اشتباهاتی که من، یه چیزایی که راجبش دیبیت بحث بین خود تراپیستا با هم اختلاف نظر دارن، خوابوندن بچه‌ها و نوزاداست خب. آموزش خوابه. یه عده هستن که معتقدن به اتچمنت تئوری، ببخشید واقعا من نمیدونم کلمه فارسیش چیه خب، اتچمنت تئوریه خب. یه عده و مخالف اینن که تو مثلا، یه عده موافق اینن که بچه باید یاد بگیره، نوزاد باید یاد بگیره خودش بخوابه و در نتیجه نوزاد مثلا 4 ماه 6 ماه میذارن انقدر گریه کنه تا خوابش ببره خب. یه عده میگن که نه، تو وقتی میذاری نوزاد اینطوری بخوابه خب یه هورمون کورتیزول تو بدنش ترشح میشه و این کورتیزول روی مغزش تا ابد تاثیر میذاره، مشکلات اضطراب و اینا در آینده ممکن اتفاق بیفته. مقاله های موافق و مخالف این هست، وجود داره. در نتیجه به نظر من به عنوان یه والد اول باید فکر کنم ببینم اون فلسفه‌ای که من میخوام باهاش بچه هامو بزرگ کنم کدوم فلسفه است خب، و بعد تراپیستی که یکم هم نظر خودمه انتخاب میکنم، باهاش مشورت میکنم، کتابایی که بیشتر مطابق نظر خودمه رو میخونم. ببین اون کتابایی میخونم که بیشتر موافق نظر خودمه خب، چون همیشه میتونی کتاب اونجوری پیدا کنی. و بعد من strong opinion، یعنی عقیده محکم بر این که فقط حرف من درسته هیچ وقت ندارم خب. برای این بچه من در این زمان خاص یه چیزی درسته. من آموزش خواب اون موقع مثلا خونده بودم برای دانا، الان که نگاه میکنم میبینم مثلا این بچه نیاز نداشت. آموزش خواب فلسفهش اینه که بچه راحت بخوابه در طول شب، اگه بیدار میشه مثلا شیر میخواد بخوره خب شیرشو میخوره، بعد راحت میتونه بخوابه. این اصرار به این که این بچه من خودش بخوابه، این از یه سری مقاله، خب وقتی وقت نداشته باشی میشینی مثلا همینجور سرسری یه سری مقاله میخونی، اینو میخونی، این اونو میگه و انجامش میدی خب. بچه من ما توی 4 ماهگی کمر جفتمون گرفت و نمیتونستیم بچه اصلا بغل کنیم، یعنی شرایطم خیلی خاص بود خب. بعد اینطوری شد که آموزش خوابش دادیم بر اساس چیزایی که من پیدا کردم توی اینترنت و بعد بازه‌های مثلا 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای میذاشتم گریه کنه، باز برمیگشتم باش حرف میزدم. ببین واقعا یکی از سخت‌ترین روز و شبای زندگی من بود و من الان چه اعتقادی دارم؟ من الان معتقدم که حس ششم مادر خیلی تعیین کننده است برای اینکه ببینید چی مهمه. تو به عنوان یه مادر باید آرامش داشته باشی خب. چرا؟ اگه من یه بچه 1 ساله دارم که این بچه 1 ساله من نمیتونه درست بخوابه، شبا بیدار میشه 2-3 ساعت بیداره، این برای بچه ضرر داره. این بچه باید تو خوابه که مغزش رشد میکنه و با خوردن و خوابه خب. و اگه نمیتونه درست بخوابه خب رشد مغز خیلی مهمه توی این سن. اونجا هست که من باید فکر کنم ببینم که چه روشایی من حس خوب دارم، اوکیم و بچه‌م میتونه راحت بخوابه و مثلا حالا از متخصصش کمک بگیرم. من اینو اشتباه کردم. یه چیز دیگه هست توی کانادا خیلی بابه خب، توی مهد کودک‌های کانادا اینطوری که بچه رو میری مهد که میذاری ترانزیشنش و انتقال، این که بچه آماده بشه برای مهد کودک، اولی که میگن بچه رو که تحویل میدی باید همونجا بگی خدافظ برگردی بری و بعد حالا از زمانهای کم مثلا اول نیم ساعت میذاریش، روز اول، روز دوم 1 ساعت میذاریش خب. ولی اون لحظه که بچه رو میدی میره، این بچه به من چسبیده، یه بچه 1 ساله است، حالا من باید برمیگشتم سر کار، به من چسبیده بود و بعد فکر کن بچه خودتو از خودت جدا کنی، بعد مثلا بدی به مربی مهد و اینا هم که اینجوری معتقدن و همه جا تو اینترنت سرچ میکنی، گوگل میکنی، میگه روشش همینه و بچه رو میدی میره. من اصلا ما می اومدیم خونه هر دو، من و همسرم، اولی که من گفتم من دیگه نمیتونم ببرم بچه رو، من دیوونه میشم، اصلا تواناییشو ندارم. بعد خب من اصلا نبردمش، من نمیتونستم، توانایی نداشتم خب. همسرم میبرد و جفتمون حالمون بد بود، فرقی نمیکرد.
بعد یکی دوستای من آلمان زندگی میکنه جدیداً، جالب بود، با هم صحبت میکردیم، میگفت ببین اصلا اینجا متد ترانزیشن اصلا این نیست. ما اینجا تقریبا گفت من 3 ماه طول کشید تا بچه من کامل با مهد عادت کرد و اینکه میرفت با بچه مینشست داخل مهد و مثلا زمانهای کوتاه، مثلا 1 ماه میرفت باهاش توی مهد مینشست. من حالا میدونم که آلمان خیلی برای آموزش و بچه ها و اینها هزینه زیاد میکنن و من دیدم چقدر اگه اینطوری بود هم خودم آرامشم بیشتر بود، هم بچه آرامشش بیشتر بود. این چه مدلی بود که بچه من انقدر 2 هفته کامل گریه کرد و رفت مثلا مهد کودک؟ از نظر من اشتباه کردم خب، و اصلا خوشحال نیستم از این پروسه که بچه من رفت باهاش انگار روبرو شد. بعد ببین من پشیمونم از اون کار خب، و برای بچه دوم مثلا اگه میدونستم از قبلش اطلاع داشتم چی کار میکردم؟ من مثلا یه کاری میکردم شرط مالیشو داشته باشم که یه ننی بگیرم مجبور نباشم زود بفرستمش، یا میگشتم یه جایی رو پیدا میکردم که اوکی باشه. حالا من اصلا نمیدونم مهد کودک تو کانادا به تو اوکی میده که این کارو بکنی، چون توی آمریکا با یکی صحبت کردم میگفتش که نه اصلا قانونی نیست، ولی من خب نرفتم که ریسرچ کنم ببینم راست میگه یا دروغ، اصلا همچین چیزی امکان پذیره. ولی حداقلش این که یکم تلاش میکردم اگه آگاهیشو داشتم که روش‌های دیگه‌ای هم هست و اون بهتره. و مثلا بعد خیلی جالبه علی، این خیلی به نظر من ترسناکه که من اگه توی کانادا سرچ کنم راجع به این موضوع، روشی که اینجا انجام میدن و میگه درسته، حالا همین گوگل و مقالاتی که بالا میاد، ولی اگه توی آلمان گوگل کنی و به زبان آلمانی روشی که آلمانی‌ها انجام میدن و میگه درسته. من با این دوستم خیلی دوست دارم با هم قرار داریم اگه فرصت کنه یه اپیزود پادکست باهاش رکورد کنم راجع به همین موضوع، که حالا اونا چه کارهایی توی اینجا و اونجا با هم فرق میکنه و همه فکر میکنن داره کار درستی انجام میشه، ولی قضیه اینه که از کجا میدونیم کار درستی؟ ممکنه برای بچه خوب باشه ها، این برای همه بچه‌ها نیست، برای بچه اوکیه، برای بچه من نبود. آره، و برای بچه دومم تصمیمی ندارم، باید وایسم بزرگتر شه ببینم که چطوریه، مدلش چطوریه. آره، این که این شرکت‌های بزرگ و کلا میدیا بعضیا تصورشون بر اینه که جهتگیری ندارن و سمت و سو ندارن و اینا اصلا درست نیست. خیلی مهمه، حتی زبانی که از باهاش سرچ میکنی، لوکیشنی که باهاش سرچ میکنی و اینا قشنگ جوابای متفاوت به آدم میده. و اتفاقا رو همین نکته چقدر قشنگ گفتی، کار درست خیلی مثل ریاضی نیست تو بحث روان انسان و یا تربیت بچه که 2 به اضافه 2 بشه 4. و این هم بار روانی اضافه میکنه که خب حالا من دقیقاً این کتاب نرفتم و دقیقاً اون کاری که اون تراپیست میگفته نتونستم انجام بدم، وای حالا بچم چی میشه، حالا دیگه تموم شد، من از دست دادم بچه رو. یادمون نره واقعا 10,000 ساله که بچهای انسان بزرگ شدن، 10,000 ساله که روشاش شکل گرفتن، همشون هم بد نبودن، همشون هم غلط نبودن، شاید متفاوت بودن و به نظرم یه جعبه ابزاریه برای پدر و مادر که نگاه بکنن ببینن خب حالا کدومش به بچه من بیشتر شبیه، بیشتر اثر میکنه، بیشتر براش مفیده. و من از غریزم شناختم از خودم به هر حال اون بچه از ژن منه، به هر حال اون بچه احتمالاً اخلاقیات و روحیاتش مثل منه و نگاه کنم ببینم چطور میتونم ازش استفاده بکنم. حالا هر جا اشتباه شد دیگه، عوضش میکنم، تغییرش میدم. با حرفت موافقم. یه نکته اینجا میخوام گم نشه. خب من وقتی میگم که به حس ششممون میتونیم رجوع کنیم، من اینو خیلی باور دارم. خب این یه شرطی داره که روی سلامت روان خودمون خیلی کار کنیم، حالا اگه نکردیم هم بکنیم. خب من اگه مادر مضطربیم، خب حس ششمم به من ممکنه بگه که این بچه 7 ساله رو نذارم بره از این درخت بره بالا، ممکنه بیفته طوریش بشه. خب اون حس ششمه نیست، اون استرابمه. بله یعنی مثلا اگه که من، چون استراب ممکنه باعث بشه که یه مادر کنترلگر بشم، میدونی، من معتقدم که خیلی ما لازم نیست راجبه، نه که اصلا همینی که تو گفتی بخونیم و بعد فکر کنیم. یعنی مثلا من برم بخونم آقا یه آموزش خوابی هست، یه مهد کودکی هست، یه فلان فلان، بعد منم یه سری لیمیتیشن ها دارم. آقا من از نظر مالی اصلا مجبورم برگردم سر کار و هیچ مهد کودکی هم پیدا نکردم که طور دیگه ای رفتار کنن دیگه. اونجا
لیمیتیشن منه. خب من ببخشید محدودیتی دارم و این محدودیت اینه که من چاره‌ای ندارم که بچه‌مو این مدلی بذارم دیکر. خب من گذاشتمش و بعد چه جوری بود، مثلا میرفتم دنبالش، خب بعد همونجا میگفت مامان منو بغل کن، من همونجا بغلش میکردم و یه ربع مینشستم توی مهد، میذاشتم که همون قدری که دلش میخواد و در طول روز بغل منو نیاز داشته نگرفته بگیره و بعد میرفتیم خونه، لباسشو میپوشیدیم، کفشاشو میپوشیدیم، میرفتیم خونه. یعنی حتی اون جاهایی که با محدودیتامون به خاطر محدودیت‌های مالی، محدودیت‌های زمانی، محدودیت شرایط زندگی بازم مجبوریم یه کاری که فکر می‌کنیم درست نیست انجام بدیم، بازم خیلی راه هست که بشه بهترش کرد. یک اینجوری نیستش که همه چی همین که گفتی خراب میشه. ولی به نظر من مهمترین وظیفه من مادر، من پدر، اینه که رو سلامت روان خودم کار کنم. دقیقاً همینطوره. آدم سالمه که میتونه بچه سالم تحویل بده و برای سالم شدن باید تلاش کرد. مثل سلامت جسم میریم ورزش، غذای خوب میخوریم، سلامت روان هم واقعا همینه، جدای از این موضوع نیست. چه پیشنهادی واسه مادرای جوان داری که دلشون میخواد با روانی سالمتر، آگاهی بیشتر، تأثیر بهتری روی بچه‌هاشون بذاره؟ علی، من یه چیزی که توی این سالا یاد گرفتم، خب ما با بچه هامون سر موضوعهای تربیتی، سر موضوعهای تغذیه، سر موضوعهای همش ممکنه بحث و جدل بینمون پیش بیاد. خب من یه نکته‌ای رو خیلی تمرین کردم تو این سالها و خیلی راضیم، اینکه رابطه خوب با بچه‌م و اولویت قرار بدم. خب چه میدونم، سر خواب شبش، سر مسواکش، سر هرچی. هر وقتی که دیدم یه چیزی داره شبیه یک بحث میشه، شبیه یک چیزی میشه که رابطه ما رو داره خراب میکنه، یه دور برگردم، صبر کنم، بگم که آیا این مورد ارزش اینو داره که رابطه من و دانا خراب بشه؟ اینو راقبش از همسرم یاد گرفتم که خب من اون آدمی هم که تو خونمون یه ذره دیسیپلین دارم و سختگیرترم، اون آدم ریلکس تری هست. خب مثال الان مثلا بچه من میخواد بره بیرون، هوا سرده، خب یه لا پیرن پوشیده، زمستون -5 درجه است. خب من الان میتونم اینجا بشینم هی بهش بگم که بابا سرما میخورید فلان و ایناها، میتونم بگم که باشه بیا بریم بیرون، فقط ببین اگه سردت شد همینجا بگو که برگردیم توی خونه لباس بپوشیم. میره بیرون میبینه سردشه، برمیگرده میگه که مثلا مامان نه سردم شد، بریم یه کاپشن بپوشیم. ممکنه 4 بار مجبور شی بیای بیرون و بری تو تا این بالاخره بفهمه این لباس مناسب چیه. مثلا توی 2 سال و نیم 3 سال که اصلا راجع به این چیزا گوش نمیدن. من مثلا با کلاه پشمی ساحل رفتم، هیچ اتفاقی برای بچه‌م نیفتاده. خب یعنی یه ذره تو این چیزا آسونگیرتر باشیم. من توی تغذیه مثلا این مشکل رو با دانا داشتم که ماها مثلا اینجا شکلات بچت خورد، ناهار به جای ناهار شکلات خورد. خب وای، بعد مثلا من عصبی می شدم. بعد همسرم خیلی جمله جالبی گفت اندیشه اگه که بچه ما 1 سال خب صبحونه ناهار شام شکلات بخوره، میزان آسیبی که به بدنش میرسه فیزیکی خیلی کمتر از اینه که هر دفعه که شکلات میخوره یه مامان عصبانی داره. بسن گفتم چه حرف خوبی زد. آره بعد دیدم که ببین درسته، کار درستی نیستش که بچه من درست پشت سر همه مثلا هی داره نون و شکلات میخوره، نمیدونم نوتلا میخوره فلان، ولی آیا این قضیه ارزش اینو داره که رابطه‌مو باهاش خراب کنم؟ نه. یه راه حل پیدا میکنم، یه جوری که رابطه‌م باهاش خراب نشه، یه راه حل پیدا کنم. بیای امروز با هم بریم رستوران سوشی، 2 روزه داره شکلات میخوره. خب اون 2 روز عصبانی نشدم، آروم بودم. امروز میای نهار بریم سوشی مثلا غذای مورد علاقشه، وقت میذارم براش میبرمش. شام میای بریم سوشی، نمیدونم اینو میخوای، یکم باید وقت و انرژی بیشتری بذاری. بر همین این جمله رو من هر وقتی که میخوام با دانا سر یه چیزی بحث کنم میگم آیا این مورد ارزششو داره؟ یه وقتایی داره. آره خیلی مهمه. یه وقتایی موضوع امنیت بچه است، دستشو تو اون پریز برق نباید بکنه، یه جوری میترسون. آره یه جوری میترسونمش و یه جوری عصبانی میشم که بفهمه هیچ جوره نمیتونه دستشو نزدیک اون ببره. حالا چیزای سیفتی الان هست، مثالی زدم همینجوری برای بگم. یه چیزایی هم برام مهمه، تو حق نداری کسی رو بزنی، تو حق نداری کسی رو آزار بدی. خب اینا برای من خط قرمزه و سر اینا ما خیلی جدی با هم صحبت میکنیم. حالا هیچ وقت پیش نیومده، همیشه با همون معمولی هم پیش رفته، ولی حالا مثلا دندون پزشکا این حرفو بشنون ناراحت میشه. حالا امشب مسواکشو میخواد نزنه، خب تو اگه بخوای مجبورش کنی مسواک بزنه بعد 1 ساعت با هم دعوا کنی. ارزش داره؟ برای من نه. امشب مسواکشو نمیزنه،
میدونی چی میگم؟ آره. یا همه دندون پزشکان با من دعوا میکنن. دندون پزشک خودم هم بهش اینو گفتم، باور کن، میگه تو رو خدا دیگه این کارو نکن. میگم من اینطوریم. آخه الان هم یه مسواک دختری که زدن هر شب مسواک میزنه ها، هم نخ دندون هم مسواک. همینو میخوام بگم دقیقاً. مسواک زدن تو طول زمان مهمه، تو طول عمر مهمه، نه تو یه شب. یعنی این ما آدمیم دیگه، ما هم شده که از مهمونی اومدیم انقدر خسته بودیم مثلا با همون لباس رفتیم تو رخت خواب و خوابیدیم. خب اونم آدمه دیگه، حالا امشب دوست نداره مسواک بزنه، ولی در مجموع هر شب بهت گفته بودم که مسواکتو بزن، خودت فلان کردی. خب مثلا میتونه اینطوری بشه دیگه مکالمه. چرا باید اینطوری بشه؟ واقعا همینطوره. و چرا از کل عمل مسواک زدن دیگه باید بعدش بیاد برای تا آخر عمرش. به جای موضوع حالا یه شب مسواک نمیزنه، ضررش خیلی کمتره تا اینکه تا آخر عمر بخواد مسواک رو مثلا در حد 30 ثانیه بزنه فقط به خاطر اینکه یه کاری باید انجام بشه چون مجبور بودم تو بچگی انجام بدم. حالا اون وقت میدونه که مسواک زدن برای چیه. دقیقاً حرف درسته. ممنونم ازت که به برنامه من اومدی. ممنونم از وقتت. خیلی صحبت خوبی شد، خیلی قشنگ بود. من دقیقاً مطمئن بودم که به این خوبی میشه و صحبت‌های قشنگی رو خواهم شنید. امیدوارم شنونده‌های منم لذت ببرن از این صحبت. بازم ممنونم که تو برنامه من اومدی و چه خوب که مادرای آگاه و جوان، تاکید میکنم دوباره روی اینا، مثل تو هستن که امثال دانا و پسر گلت رو واقعا تحویل جامعه بدن. خیلی لذت بخش دیدن این که مادرها اینقدر تلاش میکنن برای اینکه بچه‌های سالمتری برای آینده تربیت بکنن و اینا واقعا نقطه‌های امیدی هست که نسل بعدی نسل بهتری خواهد بود و دنیای بهتری رو خواهند ساخت. مرسی از تو علی، مرسی از این که به این من که این موضوع همیشه دغدغه‌ام هست، مرسی از این که این موضوع دغدغته و مرسی از این رسانه‌ای که در اختیار داری استفاده می‌کنی که این چیزی که دغدغه منه، دغدغه تو و خیلیای دیگه با آدما به اشتراک بذاری. امیدوارم که به درد کسی خورده باشه این حرفا و یه احساس آرامش آدما رو بیشتر کنه. همین دیگه، آرزوی من همینه. واقعا همینطوره. واقعا مطمئنم تو هم زمانی که انرژی که میذاری برای برنامه خودت فقط بر اینه که یه نفر شاید یه جایی احساس بهتری داشته باشه، احساس آرامش بیشتری بکنه. خیلی ممنون ازت، دوباره تشکر میکنم و خداحافظ. خداحافظ، دمت گرم. من با مهمون دیگه برنامه‌ام هستم. خانم دکتر مدیس توکلی لطف کردن وقتشون رو در اختیار من قرار دادن. ایشون روانشناس، روان-درمانگر، سکسولوژیست و درمانگر تروما هستن. خانم دکتر سلام، ممنونم که لطف کردین، قبول کردین و وقت گذاشتین به برنامه من. علی عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میبینمت و میشنوم صدات رو. خیلی ممنونم از دعوتت و امیدوارم که گفتگوی کاربردی و شیرینی رو امروز با هم دیگه داشته باشیم. حتما همینطوره. خانم دکتر، ما راجع به مادر سمی صحبت کردیم، حالا بیشتر والد سمی، ولی خب تمرکزمون روی مادر سمی بود. امیدوارم حالا برنامه داشته باشیم برای پدر سمی که جداگانه باشه. مادر سمی شاید به این معنا که مثل یه قارچ سمی که در وهله اول از روی ظاهر خیلی نشه تشخیص داد، ظاهرا خیلی موجهه، حتی خوبه، مظلومه، مهربونه، بقیه رو سرش شاید قسم بخورن، ولی خب در طول زمان یا توی شرایطی میتونه آسیبای خیلی جدی و یا مادام العمر به بچه بزنه. حالا بذارید اینجوری شروع بکنم که تعریف شما از مادر سمی چیه؟ تأثیراتش چیه شکلیه روی بچه ها؟ اینجا واقعیت اینه که تعاریف متعددی از والد سمی حالا به تفکیک جنسیت و پوزیشن عنوان شده، ولی آنچه که من به عنوان نظر شخصیم در تمامی این تعاریف یکسان میبینم و توی مراجعانم بررسی میکنم، همیشه حضور فاکتور امنیت نبودن در اون والده. امنیت نبودن از این منظر که رفتار اون والد، اون شخص بر یک مسیر کاربردی، بر یک مسیری که در نهایت به آسیب زدن به خودش و یا بچه، اینجا مد نظرمون فرزند، منجر نشه قرار نمیگیره. اصولا رفتار یک والد سمی، حالا چه پدر چه مادر، دچار نوسانات هیجانی خیلی خیلی شدیدیه که خودش مجددا نشأت گرفته از ناامنی است و در نهایت میتونیم به این نتیجه برسیم که مادر سمی در این تعریف ما
مادری است ناامن از لحاظ عاطفی که بسترساز آسیب در حال و آینده برای فرزند رو بسترسازی میکنه، آسیب دیدن فرزند رو به طور کلی در زمان حال و در زمان آینده. ما این والد رو وارد سمی مینامیم. یعنی مثلا خودش چون ناامنه، ناامنی رو هم ایجاد میکنه، اینجوری که مثلا انگار خودش هم یه قربانی از شاید یه سری رفتارهای دیگه و ناامنی رو ایجاد میکنه، یا اینکه اصلا ربطی به شخصیت خودش داره، لزوما دلیلی هم نداره خودش قربانی باشه. اگر قرار باشه از منظر سیستماتیک پرسپکتیو نگاهش بکنیم، تمام افراد زنجیروار به همدیگه وصل میشن و هر کدامشان محصولی از تجربه زیستیشون هستن. در این منظر شاید اطلاق این واژه‌ای که شما فرمودید تحت عنوان قربانی بودن کاملا میک سنس بکنه، ولی از منظر دیگه قرار باشه فقط مقطع زندگی فرزند رو در نظر بگیریم، ما به این نتیجه میرسیم که این رفتار، این حال ناخوشی که مثلا الان فرزند داره، نشأت گرفته از والدگری یک والد سمی است و دیگه اونجا به گذشته اون والده خیلی کار نمیشه. حالا خودمون با یک مسئله مواجه هستیم و توی یک سری از به قول معروف متدها، یک سری از پرسپکتیو ها، یک سری از پروتکل های درمانی که میچینیم، خیلی کاری با آنچه که نمیتوانیم تغییرش بدیم نداریم. این یک نکته. ولی در مواردی هم هست که طرف تحت یک شرایط متفاوت‌تری به یک والد سمی تبدیل شده که الزاماً خیلی متأثر از بستر نبوده، هرچند که شما تقریبا هر مدلی قضیه رو که نگاه بکنید یک سری ویژگی‌های فردی داخل می‌بینید، یک سری ویژگی‌های اجتماعی که حالا خانواده هم اگر توش بگنجونیم همون معنی رو میده. پس قاعدتا همون نگاه سیستماتیکی که همه اینها زنجیروار به هم دیگه وصلن و قاعدتا خود اون فرد هم محصول یک تجربه زیستی غیر کاربردی و یا ناامن باشه، خب همیشه تیک میخوره و تایید میشه. خانم دکتر، شما فرمودین که مادر ناامن در واقع میاد بسترسازی میکنه برای اینکه ناامنی رو گسترش بده توی بچه‌هاش. این مکانیزمایی که این کارو باهاش میکنه مکانیزمای شناخته شده است؟ یعنی آیا میدونیم که مثلا از چه طریقی عموما یه مادر سمی چنین کاری رو انجام میده، چنین بسترسازی رو میکنه؟ واقعیت اینه که تمام این انتقال در طی فرایند والدگری اتفاق میفته. چرا من اصولا بیشتر مواقع به جای اینکه واژه فرزند پروری رو بذارم والدگری رو میذارم؟ چون میخوام این مسئولیت رو حالا یه ذره شاید هوشمندانه و بدجنسانه بندازم روی شونه والدین که بگم شما دارید والدگری میکنید که این اتفاق میفته. چون وقتی فرزند پروری در موردش صحبت میکنیم، باز انگاری مسئولیت رو داریم میندازیم سر بچه، یعنی فرزندی که پروریده میشه و یک مشکلی یه جایی داره که درست پروریده نمیشه. به والدگری صحبت میکنیم، مشخصا اون تکلیف رو سر والدین میذاریم. چرا؟ چون والدین مسئولیت هستن، یعنی و باید مسئولیت این فرزند رو بپذیرن و از طرفی آنها هستند که در موضع قدرت قرار دارن. درسته شرایط اجتماعی محیطی و همه هستند و من رو راست بگم این جمله برام خودم سخته، بی‌پناهی بچه این وسطه از همه چی مهمتره. اگه من بشناسید میدین که من بچه ها برام واقعا خط قرمزن و توی هر مسئله، توی هر خانواده درمانی اولویتم فقط بچه هاست. برگردیم سر بحثمون. بله. پس یه فرایند والدگری، والدین این ناامنی را به روش‌های مختلف به بچه انتقال میدن. این روش‌ها نشأت گرفته از تجربه زیستی خودشونه، خود والدین که توی چه محیطی بزرگ شدن، چه تروماهایی داشتن، چه والدگری برای خودشون اپلای شده، اتفاق افتاده. روح جامعه یعنی شرایط فعلی که به عنوان جریان غالب در جامعه داره به قول معروف اپلای میشه، استفاده میشه، شرایط مالی، شرایط اقتصادی، پرسپکتیو والدین نسبت به مسائل و بقیه چیزها، همه اینها ابزارهایی است که اون والدگری در طی این مسیر همه این موارد بهش وارد میشه، دستکاریش میکنه، تغییرش میده، شکل و فرم بهش میده و در نهایت
این ناامنی به عنوان یک باور، به عنوان یک طرحواره توی بچه چیده میشه. و به اینجوری هم نیست که خیلی وقت فکر کنیم که وقتی هم در مورد ناامنی صحبت میکنیم ممکنه این مفهوم به ذهن شنونده یا بیننده متبادر بشه که وای بچه های ترسوی، بچه های مضطرب. نه، ما وقتی در مورد این ناامنی صحبت میکنیم به عنوان یک تهدید سلامت روان داریم اولا بررسیش میکنیم که در نهایت خروجیش که ما میبینیم یک حال ناخوشی است. این حال ناخوش ممکنه در 25 سالگی بچه ما بروز بکنه وقتی که در انتخاب پارتنر یک انتخاب سراسر نامناسب برای خودش انجام میده و زمینه ساز مشکلات خودش میشه. میتونه در 18 سالگی برای بچه ما اتفاق بیفته و زمینه ساز گرایشش به اعتیاد باشه. میتونه در 14 سالگی اتفاق بیفته، میتونه در هر سنی اتفاق بیفته. این رو هم گفتم که بگم یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد که وقتی هم ناامنی فقط منظورمون بچه‌ی مضطربه. و آره این نکته خیلی خوبی بود که گفتین. این رو هم البته به من یادآوری کردین که دوباره اشاره بکنم. حالا اول این قسمت هم گفتم این برنامه رو من توصیه میکنم که بچه‌ها واقعا زیر 14 سال نشنون، چون من سوالایی میخوام بپرسم که شاید یه مقداری برای اون سن یا کمتر مناسب نباشه. این تأثیری که خانم دکتر فرمودین، این ناامنی که روی فرزندان میذارن، در واقع والدگری که میکنن و اشتباه در یه جاهایی در واقع ناامنی رو منتقل میکنن به بچه‌ها، این تأثیرش توی، حالا من میگم پسر و دختر، ولی واقعا شما تاکید کردین که سن نداره، شاید تو سنین مختلف خودشون نشون بده. منظورم مرد و زن هست، منتها دختر و پسر میگم که فرزند بودنشون رو در واقع نشون بدم. تأثیر این مادر سمی توی پسرها با دخترها فرق میکنه؟ به جنسیت بچه‌ها یا ربط داره؟ شاید اینطور بپرسم که منیفستش، این نحوه نمایشش نسبت به جنسیت فرق میکنه؟ بله قطعاً. مواردی چون شرایط تفاوت جنسیتی در نوع بروز، نوع تظاهرات بیرونی این ناامنی که به بچه منتقل شده تأثیر گذاره. ولی گاهی خیلی وقتا فقط صرف مسئله جنسیت اگر قرار باشه بخوایم بررسیش بکنیم خیلی جوابش رسته‌رفته‌ای نگیریم، مگر وقتی که بیاییم و ببینیم که به واسطه جنسیت چه اتفاقاتی، چه تقسیمات نامرئی دیگری در جامعه رخ میده. مسلماً شرایطی که شاید برای یک والد سمی توی شرایط مشابه، خودتونم که میدونید خیلی سخته ما دنبال شرایط مشابه بگردیم، بالاخص از دو تا کالچر متفاوت. برای یه بچه‌ای که مثلا توی امریکا زندگی میکنه و یک دختری که توی امریکا زندگی میکنه تظاهرات بیرونی متفاوت‌تری داشته باشه با یک دختری در شرایط مشابه که در ایران، در افغانستان، در خاورمیانه به طور کلی داره زندگی میکنه. پس وقتی که تأثیرات رو داریم صحبت میکنیم، مثلا یه نکته خیلی ساده رو بگم، مثلا توی کانسپت های جنسیتی، نقش جنسیتی که والدین توی ذهن بچه هاشون میکارن به عنوان طرحواره. اوکی؟ مسلما آنچه که والدین شاید براتون عجیب و جالب بیاد که اون طرحواره‌ای که والدین میچینن در ذهن بچه هاشون حتی در میزان لذت جنسی بردن، در سلامت زندگی جنسی افراد در آینده تأثیر گذاره. و خب مسلما اینجا انقدر این تفاوت جنسیتی توی چشم هست، انقدر واضح هست که به شدت اصلا کانسیدر میشه توی تحقیقات اجتماعی. وقتی میخواد به عنوان فاکتور تعیین کننده همیشه میذاریمش، ولی ممکنه در یک سری موارد که خب شاید کمتر دیده بشه، یعنی متغیرهای مداخله‌گر دیگری اصطلاحاً روش سوار بشن و این نقش جنسیت رو یه ذره برای ما انگاری مخفی طور بکنن. ولی مسلماً در بین جنسیت‌های مختلف و اینکه حتی کدوم یک از والدین روی جنسیت فرزندان و اینکه کدوم یک از والدین سمی باشن هم خیلی تأثیر گذاره. و نکته بعدی، یک به قول معروف کلو بدم بابت اینکه کجا ما رو گیر میندازه رجش میشه، حتما. اینه که روی نقش هایی که خودشون بعدها به عنوان والد میگیرن خیلی مشخص‌تر میتونیم ببینیم که کدوم والدشون. خیلی دیگه بعضی وقتا برای من تراپیست راحته که مثال بزنم، مثلا توی جلسه مثلا
یه بچه‌ای اومده و داره تراپی میگیره، یک همسری اومده داره تراپی میگیره، توی خانواده درمانی هستیم. بعد ما میریم با اون یکی والد، بعد مثلا اون یکی والد یه خورده صحبت می‌کنه، تا وسط صحبتش میگیم شما احیانا رابطتون توی بچگی با پدرتون خیلی بد نبوده یا مثلا خیلی بر پایه خشونت و ناامنی نبوده و دقیقاً همون دیتا رو تایید میکنه و میگه که چرا دقیقاً همینجوری بوده. میخوام بگم این تاثیر واقعاً توی جنسیت متفاوت هست و روی تقریباً تمام رفتارهای ما، ریشه تمامی رفتارهای ما تأثیر گذاره. چقدر جالب گفتین. من رو یاد شاید 2 داستانی بود که حالا من داستان واقعی است از آدمای واقعی، منتها من به خاطر حفظ هویتشون شاید یه مقداری عوضش بکنم و تغییرش بدم. اتفاقا میخوام راجع به همین تاثیر توی سلامت جنسی بزرگسالی بپرسم ازتون. مثلا مادری بوده که مادر سمی بوده که تو حین بلوغ دخترش یه نظری، یه کامنتی، یه تمسخری، یه چیزی راجع به بدن این دختر گفته، یا از حتی تمسخر راجع به رابطه جنسی، یا اینکه اون رو بد بدونه، دونه‌ای در واقع روان این بچه کاشته که در آینده چه مشکلاتی برای اون دختر خواهد داشت. از اون طرف هم برای پسر هم داریم، همونطور که گفتیم واقعا تأثیر جنسیت والد هم که والد جنس موافق باشه یا جنس متفاوت خیلی مهمه. من میدونم از پسری بوده که تو سن بلوغ حتی بزرگسالی، یه مقداری بزرگسالتر، به دلیلی آلتش نمایان شده و مادرش یه نظر خیلی عجیب و غریبی داده و این چطور روی سلامت این بچه تاثیر گذاشت. از این سبک داستان ها ما زیاد داریم. این میخوام حالا به طور مشخص سوالم بپرسم، تأثیر مادر سمی توی سلامت جنسی بزرگسالی چطوریه؟ علی جان ببین، کانسپت زندگی جنسی ما روی بستر کل زندگی ما سواره. یعنی ما یک زندگی کلی داریم که یک بخشی از این زندگی کلی ما زندگی جنسی ماست، ولی به علت فرمت و بافت و تکسچر متفاوت زندگی جنسی ما میتواند تمام قسمت‌های دیگر زندگی ما رو متفاوت‌تر تحت تاثیر قرار بده. مثلا به عنوان یک قانون نمیتونیم هنوز هم که هنوزه بگیم که پول هست که الزاماً قطعاً کیفیت رابطه 2 نفر آدم رو تعیین میکنه، ولی قطعاً و قانوناً میگیم که کیفیت رابطه جنسی است که بر رابطه کلی عاطفی 2 آدم خیلی خیلی تأثیر میذاره. این رو گفتم که این رو بگم. در مورد فرمایش قبلیتون 2 کامنت بذارم. اولین، تجربه بادی شیمینگ از خانواده میاد. این رو گفتم که بدونید که همیشه بچه‌ها، دخترها بالاخص، این بادی شیمینگ رو اصولا از مادرانشون دریافت میکنن و این مادرها هستن که بهشون این حس ناکافی بودن رو میدن و بالاخص در سنین بلوغ، و یا رفتارهایی که والدین تحت عنوان مادر تحت عنوان حفاظت به بچه ها یاد میده که مثلا تو باید خودت رو حفظ بکنی، تو باید اینجوری بکنی، و در نهایت انقدر این رفتارها آسیب زننده است که در یک بازه زمانی مثلا 10 ساله یک دفعه میبینی یک سری تحولهای جدی برای فرد به وجود آورده که در بسیاری از موارد، من چند وقت پیش در مورد یک رنج صحبت کردم به عنوان رنج باکرگی. شما دخترانی که بعد از سن 30 سالگی اولین رابطه جنسیشون رو میخوان تجربه بکنن، شما به شدت شرایط روحی وحشتناک و آسیب پذیر و شکننده‌ای دارین می‌بینید. یعنی میزان فشار روانی که دارن تحمل میکنن واقعا بعضی وقتا اصلا قابل سنجش و قابل اندازه‌گیری و اینجور چیزا واقعا نیست. یه نکته دیگه هم بگم باز در مورد بچه‌ها که چقدر تاثیرگذار هست. میخوام بگم که ما این رو به عنوان یک تجربه، یک خروجی از آنچه که اتفاق افتاده میدانیم که درصد قابل توجهی، حالا من اختصاصا نمیگم 70-80، ولی درصد واقعا قابل توجهی از تجاوزها توسط محارم، اقوام درجه 1 و آشنایان و امینان اتفاق میافتد. و چی میشه که بچه ها نمیگن؟ چی میشه که بچه ها این سختی و این رنج رو تمام طول این مدت با خودشون حمل میکنن؟ جواب یک کلمه است: رابطهشون، کیفیت رابطهشون با والدینشون به شدت پایینه. والدین به شدت سمی داشتن، والدین به شدت ناامنی داشتن که اون متجاوز تونسته بچه رو منیپولیت بکنه و مجابش بکنه که تقصیر تو هم هست، اگر تو بگی تو هم تنبیه میشی و بچه نمیگه. اون شرمی که بچه تجاوز رو، بچه اون غم رو نمیگه، دقیقاً بابت همینه. یعنی اگر والدی رابطه امنی با بچهش داشته باشه،
این سکوت هیچ وقت اتفاق نمیفته. ببخشید که این رو اینجا منشن کردم بابت اینکه یکی از دغدغه‌های ما الان شیوع وسیع پدوفیلیاست و واقعا دیگه در مرز هشدار با این دیتاهای نصف نیمه و منقطعی که ما داریم. خیلی این چیزی که گفتین، ببخشید وسط حرفتونم اومدم، وحشتناک بود و چقدر میتونه واقعا تاثیر والد سمی زیاد باشه از نظر ایجاد این حس ناامنی، چون تجاوز فارغ از جنسیت اصلا یکی از وحشتناکترین تروماهایی که یک شخص میتونه توی زندگیش تجربه بکنه و حتی فارغ از سنش من احساس میکنم. یعنی اصلا مسئله این که این حریم بدن وقتی بهش تجاوز میشه چه تأثیر وحشتناک و عمیقی روی عمق روان آدم داره و نبود این امنیت از سمت پدر و مادر میتونه چقدر احتمالش رو بالاتر ببره که این اتفاقا بیشتر بیفته. یعنی نگفتنش و اینکه حالا بگم چی میشه، اینکه حس بدی نسبت به بدن خودم داشته باشم و حالا اون والد رو نکنه خوشحال حتی بکنه از اینکه اون تمسخر هم منو کرده بود اونجا یا اون بادی شیمینگ رو بهم داده بود، حالا یه تاییدی بشه بر حرفون. اتفاقا به نظرم خیلی نکته‌ای که گفتین مربوط به بحث بود و خیلی خیلی وحشتناک و دردناک، ولی چه خوب که راجبش صحبت بشه. همین والد سمی هم یه مقداری تابو هست و نمیشه راجبش صحبت کرد، خیلی چیزا رو راجبش نمیشه گفت و خب این موضوعات رو هم نمیشه به راحتی راجبش صحبت کرد و چه خوب که بیشتر راجبش صحبت بشه. ممنون. بفرمایید. ببخشید وسط صحبتتون من تمام صحبتات درست. یه چیز دیگه هم بهش اد کنیم و اون بیپناهی بچه هاست. بچه ها در بیپناه ترین شرایط ممکن وقتی مورد تجاوز قرار میگیرن و خب میدونی که من تروما کار میکنم و یه رقم دیگه فکر میکنم الان دیگه 4 رقمش دیگه داره میرسه به 5 رقمی شدن مراجع تروما و این آمار برای یک نفری که داره حتی 12 سال مثل من داره تروما تراپی کار میکنه به نظرم آمار وحشتناک و آمار بسیار بالاییه. و تو در تمام این کیس ها من زیر تعداد انگشتان یک دستم خانواده ها می دیدم، یعنی کمتر از 5 تا واقعا. یعنی انقدر که باید بگیرم بشینم فکر کنم و در اون خروارها مراجعه بگردم و یه چیز پیدا بکنم. میگم در بین تمام این بیپناهی بچه ها برام مهمه. اون جایی که بچه ها اولا که توی سنین پایین تر که کلام واژگان کافی و مناسب برای بیان احساساتشون ندارن، اون حجم غم، اون حجم حال بدی که بچه ها تجربه میکنن رو ما داریم میبینیم که واقعا میتونه خیلی راحت فرد رو به یک فروپاشی روانی برسونه و بعد حالا بعضی وقتا توی هر چیزی این با فشار بلوغ یکی میشه، این با نسبتی که با اون متجاوز دارن و بچه مجبوره به واسطه این نسبتی که دارن هی در مجاورت حضور با اون قربانی متجاوز قرار بگیره قربانی و هی تریگر میشه، هی میاد. یعنی واقعا بعضی وقتا آدم به این فکر میکنه که اوکی من دقیقاً الان چه تشخیصی رو بذارم. واقعا احساس میکنم که مثلا پست تروماتیک استرس دیزوردر، اختلال اضطرابی پس از سانحه، خیلی تشخیص سبکیه برای اون حجم از ترومایی که طرف دریافت کرده. میدونید چی دارم میگم؟ برای همین خیلی داره که من به عنوان یک والد واقعا اول درمان بشم قبل از والد شدن، تروماهام حل بشه، مهارت یاد بگیرم و بعد بیام برم توی یک بخش جدیدی از زندگیم تحت عنوان والد شدن. اهمیتش اینجا مشخص میشه. سوالی رو که این بخش پرسیده بودین رو میس کردم. نه اتفاقا پاسخ دادین واقعا بهش و اینکه از تاثیر این والد سمی بر سلامت جنسی بزرگسالی فرمودین و خیلی هم عالی بود، استفاده کردیم. یه نکته که گفتین و چقدر برای من عجیب بود، نکته‌ای بود که این همه مراجعه و شاید 5 تا خانواده حامی، خبر خیلی بدی از یه نظر، ولی از یه نظر شاید خیلی خبر بدی نباشه. اونم از این جهت که اگر شنونده های عزیز من که این صحبت رو میشنون بهش دقت بکنن شاید به نظر بیاد شما تنها نیستین و میبینین که توی چند هزار نفر، شاید چندین هزار نفر، فقط برای یکی از تراپیست های زبده 5 خانواده بوده که حامی بوده. این نشون از این میده که اگر دردی از خانواده تحمل میکنید، اگر آسیبی از خانواده هنوز همراه شما هست، واقعا شما تنها نیستین. و همین شاید این که آدم بدونه خب منم تنها نیستم، فقط درد منم نیست، درد بقیه هست، اول
عرایزم توی پادکستم گفتم این یکی از دلایلی که آدم رو یه ذره آرومتر میکنه و یه ذره راحت‌تر میکنه که دنبال کمک حرفه‌ای بگرده. حالا اون اتفاقایی که توی بچگی میفته، تروماهایی که پیش میاد، همه اونا جای خود. سن آدم که بیشتر میشه چرا آدم دنبال کمک حرفه‌ای نمیره و چرا اون انقدر دیگه این هجوم افکار منفی درش هست، هجوم فشار تراما روش هست که دیگه حتی حاضر نیست در اون اتاق رو باز بکنه و ببینه پشت اون چیه و بخواد درگیر بشه با یه انبار تاریک و سیاه و دردناکی از تمام این تروماهایی که تمام این سالها دور هم و روی هم جمع شده و درمانشون بکنه. یه صحبت دیگه هم فرمودین که اتفاقا شاید بشه سوال بعدی من ربط داشته باشه. فرمودین که آدم اول باید تروماهاش رو، در واقع مشکلات خودش رو درمان بکنه و بعد والدگری بکنه و والد بشه. خب این ایدئالشه به نظر من و خیلی خوبه که آدم قبل از اینکه بچه دار بشه و یا تصمیم به بچه دار شدن بگیره به این خودآگاهی برسه. مادرایی داریم که الان شاید بعد از اینکه بچه دار شدن اون تلنگر رو خوردن یا این آگاهی رو پیدا کردن که باید خودشون رو درمان کنن. چه توصیه واسه اونا داریم؟ اولا که هر آن کسی که در هر لحظه‌ای به خودش میاد و به این به قول معروف آهان ارشمیدسی میرسه که من اوکی الان وقتشه، آها اینجا یه چیزی کار نمیکنه، باید فقط تشویقش کرد، باید فقط بهش کمک کرد به هر طریقی که خودش دوست داره و دست ما برمیاد. نکته اینه که واقعا هیچ وقت برای شروع ترمیم زخم هامون دیر نیست. بله این یک فکته که زخم های کرونیک نسبت به درمان جواب متفاوت تری میدن. هممون هم میدونیم اصطلاح زخم کهنه همیشه در همه فرهنگ ها بوده، ولی کی گفته که نمیتونیم حلش بکنیم؟ کی گفته که نمیتونیم آسیبش رو کمتر بکنیم؟ نکته‌ای که میخوام اینجا بگم بابت اینه که میخوام اینو بگم که آقا ما بریم تراپی بگیریم، نه به این بابت که فرزند سالم تری تربیت بکنیم، به این هم هستم، ولی قبل از اون بابت این که من خودم به عنوان یک انسان لیاقت این رو دارم که با رنج کمتری زندگی بکنم. من به عنوان یک انسان اصلا ضرورتی نداره اون حجم از تروما رو با خودم حمل بکنم. ببینید واقعا اگر تمام زخم هامون رو به زخم های دردناک یا به کیسه های متفاوتی، کوله، ساک، چمدون، پک، هر چیزی که دستمون میگیریم بذاریم، حتی گذاشتن زمین یک دونه از این سبد کوچولوها، پاکت کوچولوها میتونه توی ادامه مسیر به ما کمک بکنه. من اولین نکته‌ای رو که توی کتابم گفتم این رو گفتم و این رو بابت این گذاشتم که این چیزی است که من همیشه پایه‌ای ثابت جلسات درمانم دیدم. ما به رنج هامون معتاد میشیم، ما عادت میکنیم که اونها رو با خودمون حمل بکنیم، ما گذاشتنشون کنار رو به چند دلیل سخت میبینیم، حالا یا حل نشده یا بابتش هزینه دادیم یا هر چیزی. ما باید این اعتیاد به رنج هامون رو بذاریم کنار. من باید برم تراپی بگیرم و اون اعتیادم رو درمان کنم، زخم های به جا مونده از اعتیادم رو پاک کنم و بعد بیام سراغ یک مرحله دیگه. مثلا ما هم همیشه در مورد معتادان همین کارو میکنیم، ما هیچ وقت سریع فردا نمیفرستیم بعد از چند روزی که اومده ترک کرده خب اوکی حل بریم سر کار دیگه. نه، وقتی به استابیلیتی رسید، وقتی به ثبات رسید، اون موقع میگیم که برو کار رو شروع کن. برای همه آدم ها بابت اینه که کرامت انسانی لیاقتشه که در نهایت حرمت و در نهایت احترام زندگی بکنه. لیاقتمونه که بدون این درد و رنج ها زندگی بکنیم و برای همین باید بریم و این کیسه های وزن های متفاوت، شکل های متفاوت از رنج ها و درد ها و مشکلاتمون رو کنار بذاریم سر جای خودش و بعد سبک بال به ادامه راهمون ادامه بدیم، چون به اندازه کافی توی راه کیسه و سبد و بسته برای حمل کردن هست، دیگه نیازی نیست از گذشته چیزی داشته باشیم. بله واقعا هم همینطوره. اشاره کردیم به کتابتون، من فراموش کردم اول صحبتم که معرفی کوتاهی کردم راجع به کتابتون بگم. اگر خودتون دوست دارین میخواین معرفیش بکنین، شاید شنونده‌های منم دوست داشته باشن بدونن و بخوننش. حتما. این کتابی است که الان چاپ شده و خب حالا بقیه در نوبت چاپ هستن که اتفاقا یکیشون دقیقاً به نقش اضطراب در والدگری در رابطه در خانواده میپردازه که زیر چاپه و میاد بیرون. ولی این کتابی که در موردش الان صحبت کردم اسمش هست هزینه‌های نامرئی. من توی این کتاب به مفهومی پرداختم تحت عنوان ورشکستگی روانی.
اومدم گفتم که ما چجوری از لحاظ روانی ورشکسته میشیم، یعنی چجوری توان روانیمون رو هی خرج میکنیم و هیچی به صندوق توان روانیمون نمیاد و ما به خودمون میاییم و میبینیم که وای از لحاظ روانی ورشکسته شدیم. اومدم مصادیقی را که بیشتر در روانشناسی زرد و روانشناسی غیر کاربردی کلیدهای این برداشت‌های نامناسب از صندوق توان روانیمون هست رو معرفی کردم. همه رو خیلی کوتاه توضیح دادم. گفتم اگر درگیر اینید شما دارید از صندوق منابع توان روانیتون همینجوری خرج میکنید. یک تعدادی از سندروم ها رو توضیح دادم، یک تعدادی از رفتارها رو توضیح دادم، یک سری عادت ها رو که خیلی متداول بین افراد رو توضیح دادم و عنوان کردم که چجوری این رفتار که حتی بعضی وقتا از لحاظ فرهنگی تقویت میشه و به قول معروف خیلی تازه تشویق هم میشه، چقدر میتونه این رفتار توکسیک باشه و چقدر ما رو به ورشکستگی روانی نزدیک بکنه. یک بار دیگه عرض میکنم اسم کتاب هزینه های نامرئی هست و توسط انتشارات مهدی لندن چاپ شده که دوستان از سراسر دنیا میتونن خریدش بکنن. عالی، بسیار هم عالیه. من یه سوال آخر رو هم ازتون بپرسم، البته فکر کنم جوابش رو توی صحبتاتون فرمودین. آسیب رو خوردیم، مادر سمی رو بعضیا داشتن، خوش به حال اونایی که نداشتن، واقعا خوش به حال اونایی که نداشتن. چه کنیم؟ درمان. علی واقعا میگم چه همونجوری که گفتم آسیبی که ما ناخواسته توسط والدین میبینیم بندهایی رو ایجاد میکنه در ما، گره های کوری رو در روان ما ایجاد میکنه که لیاقتمون نیست نگهشون بداریم. گاهی هنوز یک سری اتصالات وجود داره به اون والد، گاهی اون جایی که گاهی چون دستمون دیگه به اون والد نمیرسه خودمون رو میکنیم کیسه بوکس. اتفاقا یکی از متداول ترین اتفاقایی که میفته راه حل هایی که افراد برمیگزینن که خودشون میکنن کیسه بوکس و اتفاقا خیلی وقتا هم توسط جامعه خیلی پروموت میشه و دمت گرم. خیلی وقتا وقتی میبینیم یک نفر ورکوهولیکه معتاد کاره، خیلی کمال طلبه، خیلی اسلوب متفاوتی داره، این آغوش امن مادرش رو نداشته که الان انقدر با خودش بیرحمه. بنابراین شناخته شدن این اتصالات، این شبکه نامرئی از تارهای نامرئی که در وجود ما نمیذاره این سلامت روان راحت بچرخه، این دل خوش راحت بچرخه، این حال خوب بچرخه، چیزیست که توسط مادر سمی به ما به ارث رسیده. باید در یک محیط امن و تخصصی دیده بشه. یعنی واقعا دارم میگم خیلی وقتا نظر خودم حداقل همیشه همینه و خودم همیشه این معنی رو دارم که مراجعه رو باید در آغوشت بگیری، عین همون روزهایی که توسط مادرش در آغوش گرفته نشده یا اون ناامنی همیشه سوار بوده، نقش چتر این رابطه دو نفره مادر و فرزندی بوده و بهش نشون بدی، بهش بگی ببین چرا قوه بندازی، ببین اینجا رو میبینی که اینجوریه، این بابت اونه، اینجا رو میبینی که اینجوریه. و بعد این اون اتفاقی است که شما میای، حالا علمیشو بخوام بگم میتونیم بگیم که پروتکل درمان رو میچینیم با توجه به شرایط فرد و این گره ها دونه به دونه باز میشه. مراجع میرسه به تنظیم هیجانی، مراجع بعد از اینی که درمانش چند جلسه ازش گذشت حالش بهتره، این بارها، این کیسه هایی که همه روی دوشش بوده کم کم زمین گذاشته شده. واقعیت اینه که خیلی از این آسیب ها توی طرحواره‌های بنیادی ما اتفاق میفته و حتی روی مدل جهانبینی ما هم تاثیر میذاره. اینا رو باید ترمیم بکنیم. واقعا درست خیلی بی‌انصافانه است که ما زمان، انرژی، وقت و هزینه بذاریم بابت چیزی که خودمون هیچ نقشی درش نداشتیم، ولی واقعیت اینه که همه میدونیم که عدالت این دنیا وجود نداره. بله خیلی هم صحیح فرمودین که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم، حداقل بتونم یه ذره از اون بار رو
کم بکنم. خانم توکلی عزیز، خانم دکتر، یه دنیا ممنونم که به برنامه من اومدین، یه دنیا ممنون از صحبتاتون. البته شاید این مکالمه رو ما یه ورژن کوتاه‌ترش داشته باشیم، یه ورژن بلندترش رو. من به هر حال هر دوشو در اختیارتون قرار میدم که اگر صلاح دیدین و به صلاح دید خودتون توی صفحه اینستاگرامتون هم بذارین، همونجوری که گفتین که مخاطبای شاید متفاوتی خواهد داشت هر کدوم و هر پلتفرمی. اگر اشتباه نکنم صفحه شما هست مدیس توکلی بدون هیچ حروف تکراری و تشدید و اینا و همه پشت سر هم. بازم ممنونم از محبتتون. میدونم امروز مشکلات فنی هم داشتیم، قرار بود جور دیگری صحبت بکنیم، ولی خب به هر حال شما وقت گذاشتین و طریق دیگه رو به هر حال انتخاب کردین و با من صحبت کردین. خیلی ممنونم ازتون. علی عزیز خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنونم از دعوتت، خیلی ممنونم از دغدغه‌ات که سعی کردی دغدغه رو به نوعی با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی برای سایرین هم حلش بکنین. خیلی ارزشمنده. من خیلی افتخار میکنم به آشنایی و دوستی با تو و امیدوارم که این صحبت ما به درد افراد دیگری هم بخوره و در پناه عشق و امید و آگاهی باشید. خواهش میکنم، لطف داریم به من. امیدوارم واقعا همینطور باشه و حداقل قبلا هم که صحبت میکردیم خدمتتون گفتم واقعا آرزوی من اینه که اگر یک نفر هم شاید یکی از اون بارها رو بتونه یه ذره‌شو بذاره زمین و زندگی بهتری داشته باشه، برای من که این وقت رو در واقع میذارم کافیه. ممنونم از محبتتون. باهاتون خداحافظی میکنم. مرسی که به این قسمت از پادکست من گوش دادین. یادتون باشه مسئول اول و آخر زندگیمون خودمون هستیم. خودمون رو همینطوری که هستیم بپذیریم و با گرفتن کمک حرفه‌ای، مطالعه مطالب صحیح و نهایتاً استمرار برای بهتر شدن درد و رنجی رو از خودمون و از اونایی که دوستشون داریم کم کنیم. هیچ کس اونقدر معصوم نیست که نشه نقدش کرد. هیچ کس اونقدر مقدس نیست که نشه بهش اعتراض کرد و هیچ کس اونقدر ارزش نداره که جان و عمرمون رو بی دلیل فدا کنیم. تا قسمت بعدی. مادر من تو یاری و یاور من، مادر چه مهربونه درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من تو یاری و یاور من، مادر من تو یاری و یاور من، مادر مهربونم قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه من برگم و تو ریشه. مادر من تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من.